میخواستم فقط 5 دقیقه گوشیمو چک کنم، ولی یه لحظه پلک زدم دیدم 3 سال گذشته. حالا مغزم هی میگه یه ویدیو دیگه ببین بعدش میری سر کارت، ولی اون نمیگه بعدش دیگه هیچ وقت نمیاد. ما فکر میکنیم گوشی داره وقتمونو میکشه، در حالی که واقعا داره مغزمونو تربیت میکنه. هر بار که نوتیف میاد و میپریم سمتش، مغز یاد میگیره آفرین حواستو جمع نکن. راه حل چیه؟ اول باید خودتو لو بدی، ببین دقیقا کی و چرا سمت گوشی میری. حوصله‌ات سر رفته، استرسی شدی یا از کار فرار میکنی. فقط همین آگاهی خودش نصف راهه. قانون 7 رو اجرا کن. هر بار خواستی گوشی رو برداری، قبلش 7 ثانیه فقط نفس بکش و فکر کن واقعا لازمه. برای نجات 2 تا اپ هم بهت معرفی میکنم که بعدا آموزش دقیق نصبش رو براتون میذارم. آخرش هم یادت باشه تو قراره گوشی رو کنترل کنی، نه برعکس.